خب جلسه امروز رو با حضور ابرام جهان و حسین قنبوز شروع میکنیم. طیب الله و کل و اراجیفکم. عظما به نظرم از زلزله شروع کنیم. زلزله؟ هی بابا، زلزله هم شد موضوع؟ این همه موضوع مهم داریم. بودجه بیت چی شد؟ سهم سپاه قدس چی شد؟ اغتشاشات چی شد؟ زلزله که همیشه بوده، حالا کجا زلزله اومده؟ حضرت عظما توی خوی زلزله اومده. خوی کجاست؟ تو لبنانه؟ نه عظما، همین نزدیکی هست. به نظر من کار دشمنای نظامه. اول از تحریم شروع کردن، بعد اغتشاش را انداختن، الان هم با زلزله دنبال براندازی هن. حضرت عظما ما یک زلزله یاب مستعان درست کردیم که کاملا دانش بنیانه. این زلزله یاب نشون میده زلزله‌ای وجود نداره و همش القاءات فضای مجازیه. او الان اغتشاشات شروع میشه. برید یه کاری کنید این داستان زلزله جمع میشه، وگرنه ملت آنچنان زلزله ای تو بیت ما را میندازن که هفت جد و آبادمون میاد جلوی چشممون. عظما سلام. بحران زلزله را یک تنه قبل نهار حل کردم. زلزله نباید بیاید، باید به زلزله زدگان کمک شود. باید کانکساها بیایند، پتوها انشاءالله میرسند، چادرها باید برپا شوند، برق مگاواماتا باید بیاید. به باید گفتم همه این کارها انجام شود. ای خاک بر سر دو جمله رو از رو نمیتونی بخونی. برو گم شونور. سلامی، تو چه غلطی کردی؟ بله حضرت عظما، بنده این عکس ها رو گرفتم و تو فضا مجازی پخش کردم. آورین عکسای خوبیه. نیروهات کجان؟ نیروها مراقبن که زلزله زده ها اغتشاش نکنن. آورین